من چند تا جمله تو شبکه اجتماعی خوندم براتون میگم ببینید شما نظرتون چیه. یکی از جملاتی که خیلی لایکم خورده بود این که میگفتش که خیانت چنان اعتماد به نفس آدمو میکشه که تا شاید هیچ وقت درمان نشه. شما چقدر باش موافقید؟ من باش دیسلایک دارم. خب بریم بعدی. همه رو یه جا توضیح میدم. همه یه جا باش. جمله بعدی، رابطه‌ای که کارش به خیانت بکشه احتمالاً خیلی وقت پوسیده و نیاز داره که راهکارهای بنیادی توش انجام بشه، نه سطحی. خب اگه کسی با کسی خوشحال نیستین ترکش کنین، خیانت نکنین. خوشحالی تعریف داره، میگم چون یه حالت وارد سلیقه شخصی میشیم نمیتونیم قانون 100% بدیم. خب متوجه شدی؟ برای همین این خوشحالی تعریف داره. مثلا توی خانواده‌ای با اقلیم جنوبی خوشحالی یعنی که یه زندگی داشته باشن توش دعوا نباشه، ولی همون خوشحالی توی یک خانواده‌ای در مرکز استان یا شهرهای پیشرفته ممکنه یه حالتی باشه که من تارگت های زندگیمو بزنم. خیلی متفاوته. خانه حس درونیشون دیگه، یعنی آره کاملا حس درونیش. آره خوشحال نیست، این باید رابطه‌شو ترک کنه یا نه یعنی درمان کنه خوش. به نظرم میتونه درمان کنه. پس اینو موافق اینجا نبود. 50-50. آره خب بریم سراغ سوالات بعدی. اصلا کلا چی خیانت محسوب میشه؟ چون خیلی‌ها هستن مثلا میگن که آقا تو اگه به یکی اصلا فکر بکنی مثلا اکست خب فکر بکنی خیانت. اگه مثلا به یکی بخندی بگو بخند کنی خیانت. متوجهم. یکی از مهمترین تعریفاش که من تقریبا باش موافقم، نمیدونم نظر شما چیه، اینی که اگه یه کاری بکنی که جلو پارتنرت اون ناراحت میشه و پشتش بری انجام بدی، این میتونه خیانت باشه. یکی این که مثلا میگه که اگه شما برای یکی تو استوریش قلب ریاکشن قلب و آتیش و اینا بفرستی خیانته. خب حذف کردن پیامایی که توی شبکه اجتماعی داری، مثلا تلگرام مثلا این پیامی دادی پاکش کردی کلا. خب احترام نذاشتن، چک کردن پارتنر قلبی و هر گونه جلب توجه جنس مخالف. متوجه شد. وقتی داشتی اینا رو میخوندی برای من خب خودت حس کلیشه‌ای بودنشو پیدا نکردی؟ صادقا چرا؟ میگم من نظراتی که اغلب گفتم یه قانونی رو من اینجا باید توضیح بدم. برای موضوعاتی که 100% حسیه و احساس، چون ما میگیم احساس عزت نفس، احساس اعتماد به نفس، حس بی‌ارزشی، لطفاً از کلیشه و منطق بیایید پایین. یعنی به طرز عجیبی درمان و جواب راهها و مسیرهایی که براتون سواله رو پیدا میکنید. به عنوان مثال من شغلم درمانگری و تراپی. قطعاً وقتی یک دختر یا یک پسر با یه حال افتضاح میاد مجبورم باهاش یه دیالوگی داشته باشم که احساس صمیمیت بکنه اما حد و مرز حفظ میشه. درست شد؟ با کسی که مثلا شغلش میتونه یک شغل رسمی باشه، مدیر یک جا، کارمند یک جا باشه، نیازی نیست اون صمیمیتی که من تراپیست با اون مراجعه دارم اون با ارواح وجود داشته باشه. برای همین میگم اینا حسیه. در ناخودآگاه هممون میدونیم کدوم کارمون میله به خیانته، کدوم کارمون صمیمیت بدون خیانت. برای همین اگر من به عنوان یک تراپیست بخوام یک قانون مشخص بذارم ممکنه خیلی از مشاغل اعتراض کنن، بگن آقا من پرستارم مجبورم دلداریش بدم، حتی جنس مخالف رو. یعنی شما میگین از حس خود اون طرفه میاد، درسته؟ 100%. من میگم که اون طرفه مثلا صمیمی میشه خب ولی نیتش دقیقاً نیست، ولی یکی از که نه صمیمی میشه ولی نیتش. و آدم‌هایی که ارزشمندی پایین دارن یکی از اشکالاتی که دارن موقع خنده جلوی خندهشون رو میگیرن، موقع گریه خودشون نگه میدارن گریه نکنن. اینجا هم همونه. چون بروز احساسات درست ندارن، احساساتشون براشون کانفیوزه، یعنی گیجه، میکسه. برای همین نمیتونه ابراز کنه که آیا این لبخندی که دارم، احساس صمیمیتی که دارم خیانت محسوب میشه یا نه. برای همین میگم اگه ارزشمندی بیاد بالا خیلی از این سوالا جوابش داده میشه، ولی تا یه حد زیادی این موضوع کاملا به شخص شما برمیگرده. خودت که میدونی این کار چه نیتی پشت پرده داره. نیتش مهمه. 100%. نیت یعنی چی؟ یعنی حس پشت رفتار. من به شما کمک میکنم، واقعا حسم کمکه، اما یه موقع بهت کمک میکنم، یه مبلغ بسیار سنگین رو بهت پرداخت میکنم، اما نیت و حس پشت رفتار من تایید شدنه. دلم میخواد بقیه بگن واو این چقدر
برای رفیقش داره سرمایه گذاری میکنه. این خیلی با هم فرق داره. و اگر ما عزت نفسمون بیاد بالا، ارزشمندیمون رو درمان کنیم، احساساتمون رو درست بیان میکنیم. این بیان درست احساسات قشنگ به من متوجه میکنه که اینجا داری پاتو فراتر میذاری. خیلی جواب عالی بود. خواهش میکنم. برای درمانش من یه کمکی میخوام بکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز. لطفاً مرزگذاری و خود مراقبتی رو انجام بدید. وقتی خیانت میکنی شاید لذت میبری، اما یه احساس ترس، یه احساس این که چرا این کارو کردم، یه احساس این که میشد این کارو نکنم باهات. یعنی شما لذت یک اتفاق رو با شکلات تلخ داری میخوری، بعد این تو ناخودآگاه سیو میمونه، ذخیره میمونه. هر موقع داری اون کار جذاب انجام میدی، مثلا دنبال پارتنرت رفتنی، واقعا کار جذابیه. وقتی ما درست انجامش نمیدیم با یه تلخی همراهه، ناخودآگاه اینو ثبت کرده. هر موقع داری دنبال پارتنرت میدی یه تیکی میخوره توی ذهن که منتظر یه تلخی باش. یه چیز تو ذهنم اومد، این که این کسایی که مثلا میگن آقا مثلا اگه تو یه استوری یکی لایک بکنی، اینا یه رفتار غیر طبیعی دارن، درسته؟ یعنی کنترلگری شدیدی میخوان روی پارتنرشون داشته باشن، انگار مثلا زندانی کنن که بگن آقا مثلا تو هر کاری بکنی انگار خیانت به من کردی. این از کجا میاد؟ این قطعا طلبی ارزشی. بی برو برگرد. یعنی حتی خیلی خوشحالم میکنه که طرف هر کاری بکنه خیانت کرده بهش یا میترسه، اینم باید بیارزشینه. طلبی ارزشی میاد، ترس از تنهایی به ما میده. مهرطلبی به ما میده. مهرطلبی یعنی چی؟ خیلی ساده. ببین من یه جوری عاشقتم که هیچکی مثل من دوست نداره، یعنی مهرطلبی. برای همین خیلی از خانم‌ها تو رابطه صمیمی میمونن، ادامه میدن، فقط به خاطر مهرطلبی. ریشش باز بیارزشی. و ببین الان تو این گفتگویی که داشتیم خودت سوال پرسیدی، خود به اندازه یک تراپیست جواب دادی، به تبریک میگم. واقعا به اندازه یک تراپیست جواب دادی و جوابتم کاملا درست. من هیچی بهش اضافه نمی‌کنم چون اصلا نمی‌خوام جوابت خراب بشه. و این نکته اینه که لازمه از یک جایی به بعد ورودی اطلاعاتمون رو ببندیم. خانومی که الان حالا وارد دهه 4 زندگی شده، وارد دهه 5 زندگی شده، تا کی میخواد اطلاعاتش رو بر اساس سلایق شبکه‌های مجازی دریافت کنه؟ چرا نمی راه ساده تر رو انتخاب نکنیم؟ صلح با حسامون، ارزشمندیمون رو بیاریم بالا، بفهمیم در این حوزه احساسی که تا حالا سرکوب میکردم چی بوده، اونو درمان کنم و انقدر زندگی شیرین میشه. و باور کنید خانوم‌ها همش مراقب اینن که پالس جذابیت رابطه جنسی نفرستن. آقایون هم شاید، حالا کسایی که میخوان مراقبت کنن از قلمرو زندگی زناشویشون همین کارو کنن. ولی وقتی شما در گام عشق میای، گام عشق سطح انرژیش 600، وقتی وارد گام عشق میشی حتی سلام علیکت، حتی ابراز علاقه و ابراز محبتت بدون وایب جنسی خواهد بود. می‌بینی چقدر زندگی راحت تر میشه، چقدر زندگی دلپذیرتر میشه. این خود مراقبتی و مهرطلبی هم یه تعریف. مهرطلبی که طرحواره است. من پیشنهاد میکنم اصلا یه روز بشینیم مختص مهرطلبی صحبت بکنیم، چون فوق‌العاده کوتاه همین جمله به نظرم کافیه که من یه جوری دوستت دارم که هیچکی نمیتونه مثلا من دوستت داشته باشه. یه حس گناه به طرف میده که طرف ولش نکنه بره، حتی اگر اون رابطه به درد ما نخوره. اینجاش یه ذره فرق‌تره. آره یه مقدار هم میده. بله. اما یه آیتمی که وجود داره این وسط، خود مراقبتی و مرزگذاری به طور همزمانه. شما میگی که من خیانت نمی‌کنم چون مرز دارم، این واضحه، اما مراقب قلمرو عاشقانه خودم هستم. من متاسفانه تو کیس‌های بسیار زیادی دیدم. همیشه به شاگردای خودم و مراجعین خودم میگم من 12 سال اگر سابقه‌مو در نظر بگیری روزی یک نفر به من مراجعه کنه، در طول سال میشه 360 تا آدم، در طول 10 سال میشه 3600 تا آدم. 3600 زندگی متفاوت، سرگذشت متفاوت، باشون وارد مکالمه میشیم. من توی این بازه کاری به این نتیجه رسیدم کسایی که خیانت میکنن و تعدد روابط دارن با قدرت بهتون میگن عشق دیگه تجربه نمیکن، هیچ وقت نمیتون. وقتی که تو یه همسری داری و از همه نظر عالی، ظاهر، باطن، ویژگی‌های اخلاقی، ویژگی‌های ظاهری، اصلا عالی، ولی تو دیگه نمیتونی عالی بودنش رو ببینی، چون انقدر تعدد روابط داشتی، درگیر احساسی شدی، احساساتت کلاً قاطی شده است.
فکر کنم اصلا دیگه احتیاط پیدا میکنم 100% اصلا دیگه جذابیت اون علاقه جذابیتی براشون داشته دیگه نداره دیگه طرف. بعد اینا میرسن به تنهایی، به درونگرایی شدید. دفعه میرن تو کلاس یوگا ثبت نام میکنن، میرن دنبال عرفان‌های کاذب، عشق و یه جای دیگه میخوام. من میگن عشق اسطوره‌ای من دنبالشم، برای همدیگه جون بدیم، برای همدیگه بمیریم. حتی یه بار بعد یادم باشه راجع به عشق اسطوری برای صحبت بکنم، چون فوق‌العاده توهم عاشقانه هست. درست. ولی کسایی که خود مراقبتی از قلمروی عاشقانه دارن میگه خیانت نمی‌کنم برای اینکه به عشقم متعهدم. اصلا کاری به خانومم ندارم، اصلا مجردم، پارتنر ندارم، من نمیخوام فایل عشق تو ذهنم خراب بشه. برای خانومی که موقتیه یا به طور موقت قراره پیشم بمونه صدمو بذارم، چون اون موقع این تو ناخودآگاهش ترجمه میشه که ببین صد تو گذاشتی دختره رفت، پس اگر یه خانم خوب اومد 100 تو نذار، 90 تو بذار. این هم خودش یه جور خیانت. درست. چون آقا در رابطه جدیدش داره رابطه گذشته‌شو وارد میکنه. خب سوال بعدی اینه که کسی که بهش خیانت شد چطوری این حس ارزشمندی و عزت نفسش رو بالاتر ببره؟ پیشنهاد میکنم به تراپیست یا درمانگری که به نظر خودتون کارش مورد تایید مراجعه کنید. حتما طی کردن مسیر سوگواری پس از خیانت در کنار یک تراپیست ضروریه. تراپیست میاد چند تا موضوع رو بررسی میکنه، 3 تا موضوع اولویت بندی، دلیل خیانت، اینکه چرا خیانت اتفاق افتاد، سهم خانم رو در رابطه مشخص میکنه، اصلا میفهمه که این رابطه به صلاح بوده یا نه. ممکن اصلا خانم با یه آدمی وارد رابطه شده باشه که خیانتکار بودن این آدم محرز بوده. مثلا هر کسی شوهر این خانم میدیده میگفته ببین اصلا دختربازی از سر روش میباره، تو چطور به این اوکی دادی؟ میدونی این رابطه ها باید شناسایی بشه تا ما بتونیم درمان های مخصوص رو بدیم. ولی پیشنهاد میکنم حتما به تراپیست مراجعه کنید. چرا بعضیا این خود مراقبتی رو بی‌توجه میشن؟ یکی از دلایلی که متاسفانه به خود مراقبتی بی‌توجه میشن به خاطر اینکه پیش روانشناس رفتن نتیجه نگرفتن، یا با مادر یا پدر روانشناس بد دیگه، درسته، یا پدر مادر درددلی کردن نتیجه نگرفتن، بیشتر سرزنش شدن. یادتون باشه سرزنش کردن یا من سرزنشگر رو در طرف مقابل بالا بیارید مساویه با مرگه، که امیدوارم این انتها به این داستان منجر نشه که ما حس شرم رو در طرف مقابل بالا بیاریم، چون واقعا درمانو سخت میکنه. اگر شما دوستی یا عزیزی دارید که واقعا نیاز به کمک کردن داره در حوزه‌های مشکلات اجتماعی، خواهشاً دنبال یک تراپیست خوب بگردید و با اون ارتباط بگیرید. چون اگر خودتون وارد بشید امکان داره اون بچه یا اون جوان از اون موضوع یتیم بشه. یتیم شدن یعنی چی؟ من یه بار تصادف کنم دیگه پشت ماشین نشینم تا آخر عمر بترسم. کلاً مراجعه نکنه به تراپیست یا اهل مشورت کردن و گفتگو نباشه. برای همین تو افسردگی خودش فرو میره، نیازمند به داروی روانپزشکی میشه و در نهایت ممکنه دست به کارهای جبران ناپذیر بزنه. این تجهیزات قرارت باعث میشه اصلا طرف کلا بله 100%. خیلی ها هستن که دچار حس بی‌ارزشی و کمبود عزت نفس هستن ولی خودشون نمیدونن واقعا. درسته. چطور اینو متوجه بکنن آدم‌ها خودشون؟ اینو نمیتونم بپذیرم، چون تمام چیزهایی که در بدن ما وجود داره آلارم میده. شما مثلا میخوای سرما بخوری، استارت که اتفاق میفته یه سری آلارم‌ها داری، یه سری تابلوها داری. وقتی شما یه جا نشستی از هیچی لذت نمیبری یا یک جایی نشستی منتظر سوژه هستی که دوباره حال خودتو بد کنی، یا جملاتی مثل این که زیاد نخندیم الان اتفاق بد میفته، همه نشون دهنده از اینه که یه چیزی این در ذهن من میزان نیست، حتما باید مراجعه داشته باشم. پس این که این موهبت الهی به بدن ماست، در کائنات، در دنیا و در جهان هستی هر اتفاقی که میخواد بیفته از قبل آلارمش پخش میشه. اینجا ما حواس جمعی ها رو نیاز داریم. بر همین همیشه به مراجعین خودم میگم حواس جمع باشید، تابلوها رو ببینید، تابلوخوانی رو بهشون آموزش میدید. حتی اگر شما وارد یک کیس که اصلا به دردتون نمیخوره وارد رابطه بشید، این اصلا موهبت این دنیاست، در ذات این دنیاست. دیدی مثلا دوربین تو روی نور خودکار تنظیم میکنی، هر اتفاق نور پردازی در این سمت بیفته اون خود به خود تنظیمه. اینجا هم همونه. موهبت این دنیا و جهان هستی بر این اساس قرار گرفته اگر یک انسانی که باب میل ما نیست یا حتی اصلا وسیله ما نیست با ما وارد ارتباط بشه، خود به خود یه پالسایی میده، یه حرکتایی انجام میده که ما میفهمیم که این
خیلی با هم فرق داره. ولی چون مهرطلبی داریم، چون بی‌ارزشی داریم، چشممون رو روی همه واقعیت‌ها می‌بندیم. منظورم بیشتر خودمون بودن. تو خودشون هم همین. یعنی مثلا من از کجا مطمئن بشم که حس ارزشمندی و عزت نفسی بالایی دارم؟ شما تمام کاراتو با دیگران چک می‌کنی. نمیتونی تنهایی خرید کنی. یعنی حس می‌کنی که یکی کنارت باشه حالت بهتره. همه میگن این لباس خوبه، یه نفر بگه بعد میکشی کنار. همه میگن این شغل عالیه، پردرآمده، یه نفر میاد میگه نه این شغل ممکنه خطر داشته باشه. همه شغل خطر دارن. همش میترسی شکست بخوره. دقیقاً ترس از شکست داره. فکر زیاد داره، اوورسینک زیاد داره. به یه سری چیزای ساده انقدر فکر میکنه زیر اون فکر غرق میشه. اینا همش نشانه بی‌ارزشیه. خود انتقادی هم دارن، درسته؟ شدیداً. ببین خود انتقادی تو حوزه روانشناسی و حوزه درمانگری نمیتونیم یک نقص رو داشته باشیم. یعنی مثلا شما پا درد بگیره خیلی کم پیش میاد این پا درد به گردن درد برسه، ولی تو حوزه روانشناسی این اتفاق میفته. وقتی بی‌ارزشی بیاد بالا، بقیه آسیب‌ها دونه دونه میان بالا. این هم یه خطر بزرگه، هم یک لطف بزرگه. چرا؟ چون اگه شما بی‌ارزشی رو درمان کنی، بقیه تایپ اتوماتیک درمان میشه. یه دومینوه. برای همین ما توی کلاسامون دومینوی درمان یا که ماتریکس درمانی رو انجام میدیم. مثلا سبک کاری ما اینه، درمان بر اساس ماتریکس ذهنی. چون یک سلسله اتفاق کنار هم درمان میشه. درست. شما ریشه اصلی خیانت و ارزشمندی پایین میدید. 100% بی‌ارزشی میدیم. البته ما داریم راجع به آدم‌های سالم صحبت می‌کنیم. یه موقع کسی اختلال داره. آره موضوعات استثناء و اختلالات طرف مثلا از تجاوز کردن لذت میبره. به صورت کلی. آره. ولی ما راجع به آدم‌هایی صحبت می‌خوایم بکنیم که در عرف سلامت روان میگن سالمن ولی نیاز به مهارت دارن. درست. حالا اولین قدم برای اینکه ما این از حس بی‌ارزشی رهایی پیدا کنیم چی؟ اولین قدم دیدن ویدیوست. دومین قدم مراجعه به یه تراپیسته، چون من اعتقاد دارم در مسیر یک راهنما باشه خیلی مهمه. شما میخوای به قول دماوند صعود کنی تا یک ارتفاع فکر میکنم 4500 فکر میکنم و عددش رو زیاد مطمئن نیستم، اونجا خیلی راحت میان. همون یه تیکم به راهنما نیاز داره. بعد اونجا که تا از اون 4500 تا صعود به قله واقعا باید 100% به حرفای راهنماشون گوش بدن. دیگه اون الزامی میشه راهنما. دقیقاً. اگر ما میخوایم به درمان 100% برسیم یا درمانی که بالاخره بتونه زندگی روزمره‌مون رو جذاب و درست بکنه، حتما به تراپیست مراجعه کنید. البته من توی صحبتام به درمان‌های مختصرش اشاره کردم. ولی پیشنهاد اصلی من اینه، چون آدم با آدم، سلیقه با سلیقه، حتی آداب و رسوم با هم فرق داره. درست. وقتی که ما خیلی دنبال تایید دیگران هستیم چه بلایی سر خودمون میاریم؟ اولین بلا و بدترین بلا اینه که دیگه وقت زندگی نمی‌کنی. هیچ وقت شیرینی نداری. همیشه انگار کنار غذاهای خوشمزه به اندازه یک کشمش تلخ یا یک بادام تلخی که فاسد شده، همیشه انگار کنار غذا داری می‌خوری. همیشه توی 90 زندگی می‌کنی، تو منطقه عالی زندگی می‌کنی، نه منطقه نبوغه، نه منطقه استعدادت. بزن چند تا مثال بزنم. کلینتون رئیس جمهور امریکا بیشترین بودجه امریکا رو اون سال داشت. چیکار کرد؟ خیانت و آسیب دید. بازیگر مطرح، میگم اسمو متاسفانه الان حضور ذهن ندارم، فکر میکنم بازیگر بتمن بود. اون شبی که جایزه گرفت همون شب با خواهر و مادرش دعوا میفته و از هتل اینا رو میندازه بیرون. یه تینیسور بسیار مطرح اون سال برای اولین بار قهرمان میشه و بلافاصله با مربیش دعوا میفته و اخراجش میکنه. سال بعد شکست میخوره و قهرمان نمیشه. اینها همش از روی بی‌عزت نفسی که ما اصلا به اینا میگیم پدیده اوج هراسی. پدیده اوج هراسی که اتفاق میفته زمانی که من وارد یک هیته عالی میشم. ببین ظرفیت روانیمو بزرگ نمیکنم ولی دنبال پول بیشترم، اما ظرفیت نگهداری این پولو ندارم. ارزشمندی اون ظرفیت رو بزرگ میکنه. درست. و شما لیاقت زندگی خوب رو در خودت ایجاد میکنی. شنیدی میگن میخوای یه خواسته‌ای برات به استجابت برسه، تصور کن پشت اون ماشین نشستی، فرمونش، دنده، دیزاین داخلش رو تصور کن تا اون اتفاق برات بیفته. اینم همونه. و وقتی ظرفیت روانیمون یک زندگی حقیرانه و کوچیکه، طبیعیه که نمیتونیم یک زندگی ایدئال اگه برامون اتفاق بیفته رو بپذیریم. 100% خیانت.
پس لازم ظرفیت روانی رو حتما در کنار یک تراپیست قبل از ایجاد یک زندگی، حتی بچه دار شدن، حتی کسب و کارهای حرفه‌ای داشته باشیم. به نظرم میرسه که هر چقدر دیرتر این کار رو انجام بده یه وابستگی هم به این تایید دیگران پیدا میکنه، چون بله. یه حس خوبی بهش پیدا میکنه دیگه. وقتی چقدر جذاب گفتی. آره. میشه برای دقیقاً حرفایی که میزنی فایلای جذابی برای من باز میکنه. خودم میبینم هیچ نوشته‌ای ندارم، کاملا دارم بداهه به سوالات جواب میدم. نکتهش اینجا اینه، ببین گفتن که وابستگی ایجاد میکنه، کاملا درست. این وابستگی هم به اشخاصه، هم به افکاری که بهش عادت کردی فکر کنی. یعنی تو فکر میکنی این راهی که بهت جواب میده، 30 سال 40 سال داری با این مسیر پیش میری و متاسفانه من تراپیست وقتی بهت میگم این کارو نکن، تو میگی نه من ازش جواب گرفتم. میگم اوکی، جوابی که گرفتی خیلی کوتاه مدت بوده، بیا یه دنیای دیگر رو تست کنیم. نمیتونه بپذیره، وابسته شده دیگه، هم به افکار خودش هم به تایید بقیه، و این وابستگی این دومینوست. این معتاد باید ترکش بده. دقیقاً. چجوری میتونیم وابستگی کم کنیم؟ وابستگی توضیحش مفصله اما مختصر میخوام توضیح بدم. زمانی درمان میشه که ما چاکرای نافمون رو نسبت به آدم ببندیم. به عنوان مثال، اصلا هیچ متوجه نشدم، یکم بیشتر الان توضیح بهت میدم. چاکرای ناف یه چاکراییه که تبادل انرژی منفی در روش اتفاق میفته. برای اینکه ما از چاکرای ناف قطع بشیم و از چاکرای تاج به آدم وصل بشیم، لازمه در خوشی هاشون شریک بشیم. لازمه واقعیت ها رو ببینیم به جای توهمات ذهنی خودمون. لازمه با آدم ها و جمع های جدید تغییر دکورهای جدید. مثلا تغییر دکور این میز میتونه چی باشه؟ وسایلی که سمت چپه بیاد سمت راست، وسایل سمت راست بیاد سمت چپ. از مسیرهای متفاوت به خونه رفتن. اینها باعث میشه چاکرای تاج فعال بشه و ما از وابستگی ها، ببین تو ممکنه دقیقاً درگیر کردن نیمکره های ذهنی، این باعث میشه شما وابستگی ابتداً از دکور محیط برداشته شه. شما نمیدونی ناخودآگاه داره اینا تلقین میکنه به خودش و درمان میشه. تغییر دکورها باعث میشه چشم مطالب و ویوهای جدیدی رو ببینه، بنابراین وابستگی از وسیله برداشته میشه، وابستگی از استایل پوشش برداشته میشه، دیگه میافتی تو دومینو. الان مثلا من این سمتی که شما نشستین از نظر نور پردازی همیشه این سمت بهتره. خب من به صورت اتفاقی برداشت اول اینجا نشستم و همینجور وابسته شدم. دقیقاً. الان برای که وابستگی در شما درمان بشه، حالا این نمود پیدا میکنه، از همین وابستگی شروع میشه، هی بزرگ و بزرگتر میشه. درست. دیدی مثلا یک میخ زنگ بزنه به تو، مثلا 1 میلیمتر زنگ بزنه، بیشتر و بیشتر میشه. وابستگی هم همین. برای اینکه الان خودت به عنوان یک کیس درمانی وابستگی تو درمان کنه، جای نشستن تو ویدیو دیگه حواس کنی، بعد خود به خود میبینی اون وابستگی به ماشین داشتم از بین رفت. و اینها کنار هم یه دفعه ذهن عادت میکنه به تغییر. به قول خودت یه سری کاری که با دست چپه با دست راست انجام بده، کاری که با دست راست با دست چپ انجام بده، و این وابستگی رو برطرف میکنه و چاکرای تاج رو باز میکنه. درست. این حس بی‌ارزشی ما خیلی در موردش صحبت کردیم. اصلا چطور باعث میشه که ما خیانت بکنیم؟ دلم میخواد قبل از اینکه من جواب این سوالو بدم، شما تو ذهنتون و دلتون به خودتون یه جواب بدید. اگر از این جواب قانع شدید، قطعا اون جواب ذهن و ناخودآگاه شماست. اما اگر از این جواب قانع نشدید، یکم بیشتر فکر کنید، درک معنا کنید. سوالتو دوباره میپرسی. این حس بی‌ارزشی چطوری ما رو میتونه به خیانت و رابطه اشتباه و سمی و اینجور چیزا بکشونه؟ در 2 صورت این اتفاق میفته. حالت اول، من بی‌ارزش باشم، من بی‌ارزش شده باشم. اگر من بی‌ارزش باشم، حسب اتفاقایی که در بچگی بر من میفته، در کودکی یا تربیت خانوادگی غلط، دوست دارم همش کامل دیده بشم و حالا میخوایم خیانت رو وسعت بدیم. خیانت لزوما در رابطه نیست، خیانت نسبت به بدن خودم هم هست. اینکه من پول باشگاه میدم، باشگاه نمیدم، دارم به بدنم خیانت میکنم، به هزینه‌ای که کردم دارم خیانت میکنم. اینکه من دارم ذهنم رو در اختیار بقیه قرار میدم، هر گفتگویی رو شرکت میکنم، هر جلسه مهمانی و دوستانی رو به خودم و هیته خلوتی خودم راه میدم، دارم به خودم و اون هیته خیانت میکنم. چرا؟ چون دلم میخواد ارزشمند دیده بشم، چون دلم میخواد تایید بگیرم. یه موقع یه سری اتفاقات میفته، اتفاقای یتیم کننده و بسیار خطرناک در حوزه‌های زندگی، کاری، پارتنری برای من میفته که من احساس ناکافی بودن بهم دست میده. یعنی
خیانت میبینم، میگم حالا که خیانت دیدم میرم خیانت میکنم تا ثابت کنم جذابم. این دو مسیر متاسفانه پرتکرارترین تله هایی که ما به وادی خیانت مواجه میشیم. خب به نظر شما ورزش چه تأثیری میتونه بذاره تو این قضیه؟ برای یه سری تایپ ها اثرگذاره، برای یه سری تایپ ها نه. اگر تایپ های شخصیتی، تایپ های بدنی باشن، اونا ورزش بخیر برشون خوبه. هر کاری که به ما ارزشمندی بده، ما اول باید تایپ شناسی کنیم، ببینیم ارزشمندی در این تایپ به چه صورته و چه ترجمه‌ای برای ما داره. درست. اون ترجمه رو بهش انتقال میدیم و میگیم شما که این تایپ شخصیتی رو داری باید توی این حوزه فعالیت کنی تا ارزشمندی بیاد بالا. یعنی تو بقیه تایپ‌ها ممکن نه اصلا کسی که ورزش اولویتش نیست چطور باشگاه رفتن میتونه باعث بشه که این خیانت نکنی یا ارزشمندیش بیاد بالا؟ مثلا اعتماد به نفسش بیشتر شه. اصلا اتفاق نمیفته. چون علاقه نداره. شما به نجاری علاقه نداری، بری مثلا نجار حرفه‌ای بشی، چیکار می‌کنی؟ ول می‌کنی، میگی من می‌خوام پولمو در بیارم از این حرفه برم تو حرفه مورد علاقه‌ام سرمایه‌گذاری کنم. از اونجا حس می‌کنی که عمرت داره به فنا میره. درست. مثلا نتیجه عکس داره. بعد رژیم غذایی یا مثلا بستگی داره. ببین کسی که درک از سلامتی نداره چطور می‌خوایم بهش رژیم غذایی بدیم؟ شما پاسخ بدید. من اصلاً به سلامتی هیچ آگاهی، شناخت و اهمیتی ندارم. چطوری بخوام رژیم عمل کنم؟ بنابراین ما باید درک سلامتی رو به طرف یاد بدیم، خودش میره دنبال رژیم. همیشه این شعار رو یادت باشه، چون که 100 آید 90 هم پیش ماست. ما اون ریشه رو میخوایم درمان کنیم، اون بیسو. وقتی ارزشمندی درمان میشه، طرف میبینه واقعا یه سری چیزا در لول من نیست و امید به زندگی درش میره بالا. یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی که ما درگیرشیم، امید به زندگی. وقتی کسی ارزشمندی نداره، اولین آیتمی که براش اتفاق میفته امید به زندگی. بسیار. ما فعلا استراحت بکنیم. استراحت کنیم. یک بزن. به نظر شما بخشیدن خیانت درسته یا نه؟ خودت باشی میبخشی؟ نه. به هیچ عنوان. ببین همیشه سوالات حسی با منطق جواب داده نمیشه. مثلا من به عنوان تراپیست برگردم بگم اگر همسرتون این کار رو انجام بده، یعنی نادم و پشیمان شده، شما ببخشید. بعد شما اونجا به من میگی ببین میدونی من براش چه کارایی کردم، میدونی چقدر براش خوب بودم، این به منه که انقدر خوب بودم خیانت کرد. گاهی اوقات توی سری رابطه‌ها آخرین مساوی اولینه، اولین مساوی آخرینه. تو بعضی رابطه‌ها نه، آقا میگه اوکی منم یه سری ضعفا داشتم پس میتونیم با هم کنار بیایم، منم یه سری سوتیا دادم. یعنی مطلق نیست، یعنی نه 100% مطلق نیست. من همیشه میگم اصلا براتون مهم نباشه خیانت رو میشه بخشید یا نبخشید، کار اشتباه رو برید درست کنید، درمان کنید که حداقل تو رابطه بعدیتون دچار آسیب نشید. حالا درمان شد، اینکه ببخشیم یا نبخشیم دیگه بستگی به خودم 100% بستگی به شخصش، میزان عاشقانه بودن رابطه 100%. ممکنه یه آقایی باشه خودش هم یه سری سوتی‌ها داده باشه، خب میگه که خب منم سوتی دادم ایشون هم سوتی داد، الان به هم قول میدیم تمام. ولی ممکنه طرف خیلی خوب بوده، یعنی واقعا دیگه جایی برای اشتباه ما این وسط نداشتیم. یعنی یه خانومی که بهشتو ندیده، یه بهشت واضحو ندیده، چه تضمینی داره دوباره هم سوتی نده؟ این آدم به آدم، رابطه به رابطه و کیفیت متفاوت. یکی از بیشترین تفکراتی که میشه تو بخشیدن نبخشیدن بحث تکرارشه. خب حالا شما تو اون مواردی که میگی که بستگی به خود اون شخص داره، آیا این که مثلا ما همه اون مشکلات پشت سر بذاریم اوکی بشیم بگیم آقا مثلا من حس خوبی دارم که ببخشم، آیا این بخشیدن باز منجر به تکرار میشه الزاما یا نمیشه؟ نه لزوما منجر به تکرار نمیشه. پس یعنی کسی که خیانت میکنه ممکنه دفعه بعد خیانت رو تکرار کنه. دلایل خیانت متفاوته. خب ممکنه طرف خدای نکرده در حالت طبیعی نباشه، مثلا مواد مخدر یا دراگ مصرف کرده باشه ها، برای هم بعد میگه اصلا متوجه نبودم این کارو کردم. یک سری از خانم‌ها اصلا مهارت ندارن، فکر میکنن اگه من با پارتنر قبلیم در ارتباط باشم در قالب دوست، اصلا خیانت نیست. خانم اطلاعی نداره. اینجا ما میتونیم کوتاه بگیم خودت یاد گرفتی که تکرارش نکن ها. ولی اگر خانومی بگه ناگاهیش بوده، آره، اما خانم بگه که میثم جان نبینم با اکست تو رابطه باشی، خودش به اکسش پیام بده، دیگه به نظر جای برگشت داره. درست، یعنی آگاهانه.
حالا ما چطور میتونیم یه رابطه سالم بسازیم؟ چطوری میتونم مدال طلای المپیک بگیرم؟ یه گذشته‌ای داره. خب نگاه نکنید به اینکه متأهلید یا مجرد. شما توی مجردی باید خود مراقبتی داشته باشید. نمیگم اصلا از هیچ چیزی بی اطلاع و بی تجربه باشید، نه، ولی تعدد روابط نداشته باشید. آگاهانه وارد جمع‌هایی که براتون بعداً اثرگذار میشه بشید. به عنوان مثال این جمع‌های دوستی که ما احساس صمیمیت میکنیم خیلیشون عامل خیانت. این جمع‌هایی که ما در حوزه کاری و شراکت کاری قرار میگیریم خیلیشون عامل خیانتن. ما حواسمون نیست. اون حواس جمعیه باعث میشه که من بدونم چقدر با چه کسی و چه اندازه برم جلو. یه موضوع چالشی که خیلی فکر کنم درگیرشن بحث دوستی با جنس مخالفه. این چه تاثیر میتونه داشته باشه تو خیانت؟ دوستی با جنس مخالف تعریف داره. یکی مثلا دوستی رو در حد چت و گفتمان میبینه، خب یکی دوستی رو در این حد میبینه که مثلا من باش دیت برم، یکی میگه من حتما باید باش رابطه بگیرم. خب نگاه ها متفاوته، ولی یه سری از کارا بی بازگشته. مثلا ممکنه کار به رابطه جنسی بکشه و ما درگیر بیماری‌های جنسی بشیم، اون قطعاً آینده‌مو درگیر میکنه. شما دیگه نمیتونه بگی من یک بیماری جنسی گرفتم، خب اوکی ببخش منو، 100% بیماری جنسی منتقل میکنه. بیشتر منظورم موقعی بود که طرف پارتنر داره و مثلا دوستان جنس مخالف هم داره. ما 2 تا شخصیت داریم توی خانوم‌ها. بیشتر از خانوم‌ها خیلی راحتن. خب و موندن با این خانم خیلی سخته. آقا باید آگاه باشه از شخصیت این خانم. به عنوان مثال اسمشو من بخوام بگم، از اساطیر یونان کمک بگیریم، شخصیت آرتمیس. خب شخصیت‌های آرتمیس یک شخصیت هستن که با آقایون راحتن، شوخی‌های بدنی امکان داره بکنن، حتی آقایون رو بغل کنن، ولی پاک دامن‌ترین شخصیت‌ها همین شخصیت‌ها. یعنی کافی اون آقا پالس روابط جنسی به اون خانم بده، اون خانم کلا آقا رو با خاک یکی میکنه. فالوورای پسرش بیشتر از دختره، کلا با پسرها ارتباط بهتری برقرار میکنه و حتی ساختار بدنی این خانم‌ها خیلی ریزه میزن یا خیلی درشت یا براد شولدر، حالت چارشونه دارن. این تیپیکال مردونه دارن، کار فرز انجام میدن، اسپورت پوشن. اینها با آقایون راحتن. ما دیگه نمیتونیم اینها رو درگیر کنیم ببینیم اینا حتما با آقایون سر و سری دارن. این شخصیت ها رو بشناسیم، این آیتم ها و مهارت ها رو بشناسیم، راحت تر برای آینده‌مون تصمیم میگیریم. پس بستگی به شخصیت داره. 100%. اما این سوالی که جامون میخواستم توضیحش رو بگم، این که ببین وقتی ما خود مراقبتی رو داشته باشیم در دوران مجردیمون، تن به تعدد روابط ندیم، قطعه به یقین محکومیم به یک زندگی ایدئال، چه بخوای چه نخوای. قطعه به یقین پارتنر خوب سمتتون میاد. میگه فرکانس‌های خودت رو مرتب کن، ارتعاشات خودت رو مرتب بکن، آدم‌های هم فرکانسی جذب می‌کنی. میتونید همین الان توی ویدیوهای گوگل سرچ کنید چقدر ویدیوهای متفاوتی داریم از این هم ارتعاش شدن. اون ویدیوهای معروف مثل عقربه‌ها با حالت‌های مختلف نواخته می‌شدن، بعد از یک تایمی عقربه‌ها به یک جهت حرکت می‌کردن. این هم دقیقاً همونه. وقتی شما تعدد روابط میگیری، فرکانس شبیه آدمی میشه که من علاقه‌مند به تعدد روابطم، بهترین پارتنر دنیا هم بیاد بهش خیانت میکنه. حالا این یه جواب کلی نمیتونیم برش داشته باشیم که بگیم آقا کسی که مثلا وارد یه رابطه‌ای شده دوست جنس مخالف داشته باشه یا نداشته باشه، نمیتونیم کلی بگیم یا مثلا عمومی بهش بگیم. ببین اگر خود مراقبتی و مرزگذاری داشته باشیم آزاد. مثلا من خودم وقتی مراجعه در حدی که اون طرف و من حسمون به رابطه پارتنری نره. ببین هممون تجربه کردیم، یه آقایی به من میگه جانم، من احساس پدرانه ازش میگیرم، یه آقایی به من میگه جانم، احساس این میگم که انگار داره مخمون زنه. کاملا حسیه. یه آقایی یا یه خانمی برمیگرده به من میگه من شما مثل پسرم دوست دارم، ولی خدماتی که میده انگار تو رو در قالب پارتنر داره میبینه. این کاملا یک موهبت این جهان هستینه که ما رسیورهای حسیمون درست عمل میکنه. میفهمیم یه داستانیه، یه کاسه زیر نیم کاسه، ولی انگار آگاهانه نگاهمون رو میبندیم. این حسی که خودمون داریم بله با ارتباط به جنس مخالف، اگه پارتنرم جنس حس بدی داشته باشه پارتنرم باید بررسی کرد آیا پارتنر از روی ترسشه. مثلا خانمایی که خیانت دیدن، شما یک کم مکالمت از حد ضروری خارج بشه میگید داره به من خیانت میکنه، چون ترس از خیانت داره و این خانم خودش نمیدونه
ترس از خیانت از رابطه قبلیش آورده تو رابطه این خودش خیانت. و من از اون خانم سوال میپرسم اگر شما خیانت نمیدیدی آیا اینقدر میترسیدی؟ میگه نه. میگم پس الان داری به شوهرت خیانت میکنی. چرا من باید تاوان کاری که نکردم و پس بدم؟ و خیلی از سوالاتی که ما از دختران میپرسیم جواب یکسان میگیریم. میگیم اگر شما این تجربیاتو نداشتید این کارا رو میکردید. میگن نه. ما باید ببینیم اون آدم سوتی داده، من حالا بر حسب نادانی، ناآگاهی، بی‌مهارتی هم به یه سری روابط دادم، تمومش کنم. چجوری میتونه اون دختره اینو مدیریت کنه، اون پسره که این مشکل بهش پیش اومده اینو مدیریت کنه؟ ما معمولا 2 تا دوره پیشنهاد میدیم به دوستانی که پیش ما مراجعه میکنن. یکی دوره شخصیت شناسی، یکی دوره ماتریکس ذهن. این 2 تا دوره رو که میگذرونن پیش ما خود به خود اوورسینک درمان میشه، خود به خود گفتگوی ذهنی یا همون اوورسینکشون اوکی تر میشه، ذهن خانیشون، شکاک بودنشون و اختلالی که الان خیلی درگیرشیم، پارانوید، توهم توطئه‌شون درمان میشه. ما کافی شخصیت خانم ها رو بشناسیم، بدونیم که یه سری از خانم ها هستن داد میزنن، ما فکر میکنیم این داد بر اساس بی‌تربیتی، تو ذات این خانم هست. مثلا شخصیت آرتمیس شخصیتی که بسیار اهل صدای بلند و داد زدنه. آره درست. ما دادو ازش حذف نمی‌کنیم، فقط بهش میگیم یک جاهای خاصی اجازه داری داد بزنی. مثلا برو شهر بازی خالی کن خودتو. درست شو؟ بله. اگه ما دادو بگیم شخصیت دیگه شخصیت دلنشینی نیست. تو فکر کن یه دختر هیجانی جسور جنگجو رو برداری بکنیش کلفت خونه، خیلی بهش فشار میاد. این شخصیت شناسی قشنگ تله‌های ما، تحوار ما همه درمان میکنه. برای همین خیلی از این سوالات اتوماتیک جوابش داده میشه. آقا میفهمه که این خانم اگر داره با این آقا را احساس راحتی میکنه از روی شخصیتشه، نه از روی قصد و غرض. درسته. این توهم توطئه هم میتونه منجر به خیانت بشه. 100%. میشه کم بازش کنه. پارانوید اختلالیه که مثلا اگر آقا دیر بیاد، خانم دیر بیاد، توهم توطئه داره. یا مثلا آره داره خیانت میکنه. این غالبا اکتسابیه، یعنی به خاطر تعدد روابطی که داره بی‌اعتماد شده. مثلا همه آقایونی که با خانم در ارتباط هستن بهش قول ازدواج میدن، بعد باش ازدواج نمیکنن. خب طبیعیه که من از همه جا بی خبر به اون خانم قول ازدواج میدم آسیب میبینم، حرف منو باور نمیکنه. درست. برای همین خانم باید حتما به یه تراپیست یا درمانگر مراجعه کنه و بگه همچین اتفاقاتی برای من افتاد و درمانگر براش شرح بده. یه شخصیت این پسرا این بود، تابلوها این بود که تو ندیدی. مسیر رو براش کلیر و شفاف کنه، حالا بگه میتونی به تو رابطه جدید. یکی از الگوهایی که خیلی تکرار میشه اینه که آدم‌ها جذب آدمایی میشن که شبیه به هم هستن. درسته؟ ما یا جذب شبیه به هم میشیم یا جذب عکسمون میشیم. مثلا من آدم قویه، نه منظورم که رابطه قبلیه با رابطه دوم و سوم اینا همه اون آدمایی که ما باشون ارتباط پیدا کردیم شبیه به همن یه جورایی. 100% باهات موافقم. خیلی هستن که مثلا میگن من چقدر آدم‌ها صمیمی مثلا تو وارد رابطه میشن. خب این فکر کنید دلیلش از چیه؟ وقتی شما درست رو از رابطه قبلی نگیری، طبیعت، کائنات، بازی انرژی انقدر برات اون پارتنر رو تکرار میکن تا تو درست رو بگیری. حالا اسمش اونجا مهسا بوده، اینجا میشه لیلا، ولی همونه. ببین بیسشون همونه ها. ممکنه مثلا مهسا دختری باشه که خیلی بی لول، خیلی مثلا لباسه سطح پایین باشه و لیلای دختری باشه که فوق العاده جذاب باشه، اما هر دوزاشون بی ارزشی داره. در ظاهر متفاوت، در ناخودآگاه و اون بیسای شخصیتی کاملا یکسان. و تو نگاه میکنی که تو همه رابطه ها دختر روی تو کنترل داره. درست شد؟ بنابراین ما میخوایم بگیم تو به تعادلی برس که مشخصا هیته اختیارات اون دختر مشخص باشه، تو از کارت برای دختر نزنی و اونقدرم غرق در کارت نشی که اون کارت حکم هوای اون دختر رو پیدا کنه. درست شد؟ حالا وارد یک رابطه جدید میشی. ما به 2 صورت میتونیم موضوعات رو جمع جور کنیم توی ناخودآگاهمون. حالت اول خودمون تجربه کنیم که همچین عمری رو نداریم. گاهی اوقات میبینم بعضیا هزاران دوره روانشناسی، هزاران کلاس رو میرن. ببین درسته، ولی برای عمر 1000 ساله اوکیه، نه برای عمر 70 یا 100 ساله. یا در حالت دوم که من بهتون پیشنهاد میکنم اینه در تجربه دیگران شریک شید. لزومی نداره خودت معتاد بشی بدونی احتیاج چه دردی داره، دستتو بسوزونی بفهمی سوختگی چه دردی داره.
کافیه یه سر به بخش سوختگی بیمارستانا بزنی، دردشون رو ببینی، دیگه اون تجربه رو نمی‌کنی. کافیه پای صحبت آدمایی که خیانت دیدن و خیانت کردن بشینی، واقعا فایل خیانت برات بسته میشه. چون موضوع ما خیانته، دارم میخواد یک واقعیت تلخ بهتون بگم. وقتی شما با کسی وارد رابطه جنسی بشید، در 7 کارمای 7 نسل شریک میشید. برای همین خانم هایی که متاسفانه تعدد روابط دارن، یا خانم هایی هستن که اصطلاحاً ما بهشون این کارگرهای جنسی یا روسپی، در سنین بالا ظاهرهای عجیب و غریب یا کریه المنظری پیدا میکنن، فقط به خاطر حجم کارماهایی که دارن تحمل میکنن. حتی بیماری های عجیب غریب میگیرن، بیماری های روحی روانی عجیب غریب میگیرن. بدونید خیانت کردن جدای از اینکه آسیب های جسمی و روحی آگاهانه برای ما داره در حوزه خودآگاه، واقعا در حوزه ناخودآگاه و بحث‌های متافیزیکی آسیب‌های بسیار جدی و غیر قابل بازگشت داره. اینکه شما دیگه نمیتونی عشق رو تجربه کنی، آسیب کاملا متافیزیکی. حالا این حس بی‌ارزشیه مثلا از عزت نفس پایین میاد، از چی میاد؟ این لازمه قبل از اینکه اینو مطرح کنیم اعتماد به نفس و عزت نفس رو با هم مرور کنیم. اعتماد به نفس از نظر خودت چیه؟ یعنی میدونم که من یه کارو میتونم انجام بدم. آفرین. به تمام آیدوهای خودمون میگیم اعتماد به نفس. یعنی من اعتماد اینو دارم این کارو انجام بدم. اما این 2 قسمته. آیا این کاری که دارم انجام میدم برای تایید بقیه است یا برای لذت خودم؟ تعریف خیلی ساده از عزت نفس رو شاید برای اولین بار دارید میشنوید. ارزشمند بودن زیباترین تعریف عزت نفس. یعنی من خودم رو لایق اون زیبایی و اون موفقیت بدونم. حالا انسان‌های بی‌ارزش میتونن آدم بسیار موفقی باشن ولی از موفقیتاشون لذت نمیبرن. یعنی اگر بهترین شغل دنیا رو داشته باشه، بهترین درآمد دنیا رو داشته باشه، باز توی اون دالان‌های ناخودآگاهش میگرده دنبال یه حال بد، یک سوژه برای بد کردن حالش. ولی آدمایی که عزت نفس دارن، حتی اگر موقعیت‌هایی که ما هممون تجربه کردیم، هیچ وقت صد کاملی نداشتیم توی این دنیا، آدم‌هایی که عزت نفس دارن در هر شرایطی قرار بگیرن، نیمه پر لیوان رو آگاهانه میبینن و اون رو بولد میکنن برای خودشون و لذت میبرن. یه داستان خیلی جذاب بخوام برات بگم که بتونه عزت نفس و اعتماد به نفس رو بر ما تفکیک کنه و بهمون لذت عزت نفس رو بچشونه. باید بگم یه حاکمی بود از خوشحالی همسایه فقیر حسرت میخورد. وزیرش اومد گفت که چرا حسرتشو میخوری؟ میخوای تستش کنم؟ گفت چطوری؟ گفت ببینیم این گروه 99 یا گروه 100 تایی. گفت باشه. 99 تا کیسه طلا رو توی 99 تا سکه طلا رو توی کیسه میذاره و میگه این 100 سکه تقدیم شما از طرف حاکم. اون خانواده خوشحال تبدیل شدن به یک خانواده بسیار بدحال. چرا؟ چون پدر اون خانواده عدد رو دید، کل خونه رو گشت دنبال اون یه سکه که اصلا وجود نداشت. یعنی نتونست رو 99 تا تمرکز کنه. آدمایی که عزت نفس دارن هیچ وقت کل رو فدای جز نمی‌کنن. همیشه لذت میبرن. همیشه موفقیت‌های جذاب و درجه 1 میسازن. بذار یه سوال از خودت بپرسم. انتقام برات جذاب‌تره یا جبران؟ مثال می‌زنی؟ مثلا میخوای یک لطفی رو در حق یک کسی جبران کنی، برات لذت بخش‌تره یا میخوای از یک شخصی انتقام بگیری؟ همون جبرانه. جبرانه لذت بخشه. میتونی بگی چرا؟ تو جبرانه من حس خوبی پیدا میکنم ولی تو انتقام نه حس خوبی پیدا نمیکنم. شمایی که داری این ویدیو رو میبینی میتونی کوتاه به این سوال جواب بدی؟ جبران براتون لذت بخشه یا انتقام؟ اما جواب اصلی رو اگر بخوام بدم، جبران و انتقام هر دوتا در قسمت گذشته وجود داره. انسان‌هایی که عزت نفس دارن، ارزشمندن، نه در جبران میمانند نه در انتقام. جبران یعنی چی؟ یعنی یکی لطفی رو در گذشته کرده، من در آینده میخوام جواب بدم. انتقام یعنی چی؟ یعنی یک خیانتی یا یک ضرری در گذشته به من داده، در آینده میخوام جواب بدم. عین مسیر حرکت ما نگاه به گذشته است. آدم‌های ارزشمند از گذشته رد میشن با درس گرفتن از گذشته. برای همین من تو همه کلاسام به بچه‌ها میگم نه در تحسین بمانید نه در سوگ. مثلا
یه اتفاق بدی براتون میفته، درسشو بگیر رد شو، یعنی دیگه در سوگ نمون. نگو فلان شغل رو از دست دادم، فلان عزیز خانواده رو از دست دادم، تا آخر عمر عزادار خواهم بود. رد شو. حالا 1 ماه میخوای گریه کنی، 2 ماه میخوای گریه کنی، ولی رد شو. در تحسین هم نمان. یه بار مدال طلا گرفتی، استارت بزن، حرکت کن برای مدال طلای بعدی. نه اینکه هر جا نشستی بگی من همونی هم که اون سال مدال طلا گرفتم. تحسین و انتقام هر دوتاش در گذشته است. بریم برای سوال بعد. اصلا کلا تمرکز توی گذشته و آینده باعث میشه که هم آدم افسردگی بیشتر بشه، اضطرابش بیشتر شه. یعنی 100% معمولا آدمایی که دچار افسردگی اضطراب میشن زیاد از حد روی گذشته و آینده 100% باهات موافقم. شما قاعدتا نمیتونی با آینه پشت تو ماشین و رانندگی بخوای حرکت بکنی، خیلی اذیت میشی چون جلو تا دست میدی. بدون اون آینه رانندگی سخته. ما قراره درس بگیریم. آره البته من آدمایی هستن که خیلی دیگه تو حال هستن هم دیدم و اونم مشکلات خاص خودشون دارن، یعنی یک تعادل باید برقرار شه. حتما همینطور. البته من یه انتقادم به ساعتتون داشتم چون ساعتتون یه جوری بود که باید یکیشو انتخاب بکنه. بله. نمیشد مثلا بگی من اگر این حس برسید ازت معذرت میخوام. نه خواهش می‌کنم. یه سوال دیگه که برای من پیش اومد تو صحبت شما این بود که شما گفتین که عزت نفس از ارزشمندی میاد، درسته؟ 100%. حالا عزت نفس با ارزشمندی چه تفاوتی داره، میشه اینو تفکیک بکنید؟ شاید بخوایم اینجوری بگیم که یک مقدار قابل درک‌تر باشه، میتونم بگم عزت نفس میوه ارزشمندی. انسان‌های ارزشمند دیگه نگران نظر مردم، تایید مردم، حتی در حوزه‌های مذهبی نگران بازخواست الهی نیستن. میگن یه سری کارا در شأن ما نیست. قرار نیست به ما بگن خیانت بده، خیانت این آسیبا رو داره. همین که من در لول خودم نبینم خیانت کردن رو، خیلی از بازی محله. متاسفانه انسانایی که اعتماد به نفس دارن با بازداری هیجانی مراقبن که یه سری کار خطا رو نکنن. ولی انسان‌های دارای عزت نفس و ارزشمند یه سری کارها رو در لول خودشون نمی‌بینن. حتی اگه اعتماد به نفس یه کاری نداشته باشن بازم حس خوبی رو دارن. معمولاً کم پیش میاد آدم‌های که عزت نفس ندارن اعتماد به نفس نداشته باشن. حداقل من تو 12 سال سابقه کارم. نه منظورم این بود که کسی هم که اعتماد به نفس نداشته باشه خب میتونه عزت به نفس بالایی داشته باشه. بله میتونه داشته باشه. منظورم این بود. حالا این بی‌ارزشی یا همون عزت نفس پایین ریشه‌اش از کجا میاد؟ یکی از کارهایی که حالا ما اصطلاحاً میگیم بچه رو میتونه هفایسیوس کنه یا بی ارزش کنه و بچه زخم بزنه، خدا کردن والدین. لطفاً به عنوان والدین که این فرصت رو دارید یک کودک رو از خداوند هدیه بگیرید و تربیت کنید، استدعا میکنم خدای اون کودک نشید. بپذیرید شما هم یه سری خطا دارید. و جالبه بدونید اعتراف والدین به خطا و اشتباه شدیداً بی‌ارزشی رو از بچه‌ها میگیره. وقتی بچه پدر مادرش رو خدا میبینه، لحظه‌ای که یک کار خلاف انجام میده یا به بچه یک تنبیهی میکنه بر اساس حال روحی بد، ما بیرون حالمون بده، میایم توی خونه حوصله بچه نداریم، یه دادی یه چیزی میزنیم سر بچه اون لازم میگه خب این که خداست، پس اون که اشتباه کرده منم، درون ریزی میکنه. ما 2 تا تایپ داریم که شدیداً آدم بی‌ارزشی ان. یکی تایپ پوزیدون، یکی تایپ هفایسیوسه. پوزیدون درون ریزی نداره، برون ریزی داره، ولی تایپ هفایسیوس درون ریزی داره و این آتش فرو خورده بالاخره یه جا فوران میکنه. معروف به تایپ زخم متاسفانه. و زخم چیزیه که این مقدار دارم با درد این حرفو میزنم چون متاسفانه تو مراجعه زیاد خودم دیدم، منتقل میشه به راحتی. یعنی بچه ها زخم رو منتقل میکنه. چطوری؟ اولین نمود انتقال زخم اینه بچه میخواد مثل والد نشه یا میخواد عین والد بشه. در هر دو حالت والد الگوست، یا منفیش یا مثبتش. ما میخوایم الگو برداری رو از بچه برداریم، از مقایسه بیاد بیرون، چشم انداز بهش بدیم، بگیم خودت قراره چی کار کنی. یعنی یه جوری که یکی که بگیم که اون اشتباهی که تو الان کردی شکست تو نیستن، یعنی که حالا اطرافیانش چه اجتماع چه والدین دقیقاً اینا رو مقایسه نکنن با بقیه آدم‌ها. من الان فرق چشم انداز و مقایسه رو بهت توضیح میدم. آدم‌های بی عزت نفس که ممکنه اعتماد به نفس بالا و کاذبی داشته باشن، شخصیت نمایشی دارن. دیدی مثلا به ما گفتن وقتی میخواید برید یه جا میخواید ادای آدم جنتلمن رو در بیارین، زیاد نخندید، زیاد
ادا اصول در نیارید، با هر شوخی لبتون وا نشه، گریه نکنید. در حالی که آدم‌های دارای عزت نفس بروز احساسات درست دارن. اگر یک جمعی رو برای اولین بار می‌بینه دست و پاشو گم نمی‌کنه، تو حالت شعاف نمیره. مثلا میگه که این نوشیدنی خوب میتونم این تست کنم، ولی آدمی که فقط اعتماد به نفس داره میگه که کلی ذهنخوانی داره تو ذهن خودش، بگم نگم، نکنه بگن این بی لوله، نکنه بگن این حوله ها. ولی آدمی که عزت نفس داره آگاه به نیازهای خودش. وقتی آگاه معلومه که درخواستای مربوط داره. اگر هم درخواست نامربوط داره، مثلا همین دیالوگی که بین ما رد و بدل شد، شما گفتی آقا منظورم اینه، من سریع عذرخواهی کردم. این عین عزت نفس. درست. آدم‌هایی که عزت نفس دارن چشمانداز دارن، ولی آدم‌هایی که اعتماد به نفس دارن مقایسه دارن. فرق چشمانداز و مقایسه چی؟ توی اعتماد به نفس حالا ما میگیم مقایسه به این صورته که نقطه زندگیت رو با آدما مقایسه می‌کنی. به عنوان مثال میگی توی تحصیلات با فلانی، توی موقعیت‌های زندگی با فلانی. اما کسی که عزت نفس داره چشمانداز داره، سرشو میاره بالا، میگه خب الان بچه‌های 18 ساله در دنیا مشغول چه کارین؟ الان انسان‌های 20 ساله 25 ساله توی دنیا دارن چی کار میکنن؟ چه تارگت هایی رو زدن؟ ببین یه چشمانداز میگیره، وزن و جایگاه خودش رو پیدا میکنه، حالا حرکت میکنه. مثلا میگه که خب انسان‌ها تا 25 سالگی حداقل یه شغلی رو برای خودشون اوکی کردن، دست پا کردن. اگه من عقب افتادم باید تلاش بیشتری بکنم. ولی دیگه خودشو با پسر خالش، با پسر عموش، با پسر داییش مقایسه نمیکنه. این اولین گام برای درمان عزت نفسه. چشمانداز رو به جای مقایسه در نظر بگیر. البته به نظرم باید در حدی باشه که این مقایسه اشتباه نشه، چون خیلی هستن با آدم موفق مقایسه میکنن خودشون رو. مثلا نه یامان مثلا الان با این سنش مثلا آدم موفق شده، آدم موفق همیشه تو چشمن دیگه. موافقم. میخوام اینو بگم وقتی مقایسه میکنی، مقایسه حالت کپی رایته. بذارید داستانی برات تعریف کنم. یه آقایی بود همیشه کنار پنجره مینشست، ساعت 3 صبح قهوه میخورد و شروع به نوشتن میکرد. بعد گفتن چرا این کارو میکنی؟ گفت فلان نویسنده مطرح همین کارو میکرد و همیشه نوشتهاش پرفروش بود. وقتی که مقایسه راجبش صحبت میکنی یعنی این. متاسفانه الگو برداری و مقایسه با آدم‌های موفق نتیجه عکس میده. اما وقتی چشم انداز میگیری از آدم‌های موفق، از تاباوری ادیسون درس میگیری. نه اینکه حتما 1000 بار شکست بخورم یا 999 بار شکست بخورم ها. از مسیرشون کپی رایت نمی‌کنی، از نحوه طی کردن مسیرشون الگو برداری می‌کنی. این جذابه. درست. چون اون موقع امکان داره شما شبیه اون آدم بشی، هم مسیر اون آدم بشی و اون دنیا اون مسیر و اون آدم رو یه بار تجربه کرده، یه مسیر متفاوت رو رقم بزن. درمان بی‌ارزشی درمان همه آسیب‌های اجتماعی. باور کنید کسی که داره خودکشی میکنه به این بی‌ارزشی رسیدگی کنه به درد این دنیا نمیخوره. جالبه خودشیفته و انسان افسرده ریشش فکر میکنی چیه؟ چیه؟ بی‌ارزشی. یعنی 2 تا انسانی که کاملا متفاوته. خودشیفته چجوریه؟ وقتی که یه دوست عزیزم خدای نکرده یه چاقو بهش بخوره، انسان خودشیفته برمیگرده میگه که چرا خونت پاشید رو من؟ یا چاقو به من بخوره میگه چرا به من خورد به تو نخورد؟ این خودشیفته است. انسان افسرده. یا حالتی که خیلی خجالتیه، چاقو میخوره، ببخشید خونش پاشید رو شما، عذرخواهی میکنم، نه تو خدا منو نبر درمانگاه، من دیگه اذیت میشه. جفتش ریشه در بی‌ارزشی داره. میبینی نمودا چقدر متفاوته؟ برای همینه دارم میگم اگر بی‌ارزشی درمان بشه به طور قطع و حتم خیلی از آسیب‌ها درمان میشه. من پیشنهاد میکنم کتاب من کم ارزش رو تهیه کنید و بخونید. حتما گام به گام با این کتاب پیش برید و نمیدونم توی پلن ها هست که ما اگر بشه یه بار این کتاب و تحلیلش رو بذاریم برای بچه‌ها. بعد
بینندگان و شنوندگان ما خیلی کتابخونن، یعنی استقبال خدا رو شکر. خیانت چطور میتونه بی‌ارزشی ما رو بیشتر کنه؟ از نگاه خانم ها بذار اول بگم. خانمی کاملا به لحاظ ظاهر اوکیه و بهش خیانت میشه به هر دلیل. اولین آیتمی که تو ذهن این خانم شکل میگیره که من قشنگ نبودم، یعنی بی‌ارزشیش بیشتر میشه، عزت نفسش میاد پایین. خیلی ویدیو تو اینترنت هست حس و حال بعد از خیانت رو مطرح میکنه، خیلی ویدیو و متاسفانه همش هم درست. بعد این خانم طلاق میگیره یا جدا میشه به هر دلیلی، شروع میکنه ثابت کردن به بقیه از این که من جذابم. چیکار میکنه؟ یا مدل لباس پوشیدنش عوض میشه. اگه خانمی بوده که اهل پوشش بوده، نه لزوما چادر، ولی خب بالاخره پوشیدگی داشته، شروع میکنه نمایش دادن بدن. آیتم بعدی شروع میکنه ارتباط های زیاد گرفتن، من که ثابت کنه ببین اگه من زشتم پس چرا این داره بهم شماره میده، پس چرا این داره با من وارد ارتباط میشه. و این تعدد رابطه روح زنانه این خانم از بین میبره. حتی ممکنه وارد روابط ممنوعه بشه. یعنی بگه که خب یه دختر زندگی منو به هم ریخت، پس اون جذاب بوده، بذار منم جذابیتم امتحان کنم. کیف میده یک مرد متأهل به خاطر من زنشو که اون عزت نفس پایینش رو متاسفانه هر راه منفی رو میره. خیلی کم پیش میاد خانم یا آقا راه مثبت رو پیش برن و بگن خب اون بی ارزش بوده که خیانت کرده، نقطه ضعف از طرف من نبوده. بعد یکم حسایی که خیلی فکر کنم پیش میاد این احساس کافی نبودنه. دقیقاً. درسته؟ اصلا ما یه طرحواره داریم به این اسم. متاسفانه باز میبینی بیسش بی ارزشی. طرف فکر میکنه کافی نبود. طرف فکر میکنه انگار باید بیشتر خدمات نشون میده. حالا به هر دلیلی زندگی ادامه پیدا کنه، کار به طلاق نکشه، خانم 2 برابر قبل خدمات میده. بعد از که خیانت اتفاق میفته چه اون طرفی بهش خیانت شده شه حالا خودش چجوری اعتماد دوباره شکل بگیره؟ حالا به خودش اعتماد کنه یا طرف مقابلش؟ میشه برگشت ولی واقعا سخت. تایپ های زنانه فرق داره. گاهی اوقات یه سری از تایپ ها هستن بسیار پایبند شوهرن. اون خیانت کرد ولی دوباره برگشت، به نظر مثلا راه برگشت وجود نداره، چون دیگه شوهر رو یک اسطوره و خدا برای خودش میدونست. ولی این سری تایپ ها هستن نه، اصلا اول شیطنت داشتن و آقا با علم به این داستان وارد رابطه شده. اما اینا اصلا توجیه برای خیانت نیستا. اجازه میخوام این سوالو جواب ندم به خاطر اینکه خیلی سلیقه‌ایه، چون باید این طرف مقابل داره چه جبرانایی رو انجام میده، آیا واقعا پشیمونه یا نه. حالا خیانت تقصیر اون یک طرفه یا 2 نفر میتونن مقصر باشن؟ ما هیچ جاده یک طرفه در این دنیا نداریم. خیلی رک. یعنی اصلا امکان نداره در یک داستان 100% کسی مقصر باشه. چرا؟ اگر در یک داستانی شما مقصر نباشی چرا میخوای بری حلش کنی؟ اصلا شما توی اون داستان چه جایگاهی داری که میخوای حل کنی؟ ما به اندازه سهمی که در اون داستان داریم اجازه حل کردن، گفتگو و قدم برداشتن داریم. حالا اگه 100%ش نگیم چی؟ یعنی مثلا هست. میخوام همین رو کامل کنم. اگر در یک داستانی مثل خیانت 90% آقا مقصره، 10% قطعا خانم مقصره، حتی اگه زیر بار نره. ما یکی از کارهایی که توی درمان و اتاق درمان انجام میدیم سهم واقعی خطای زوجین رو بهشون نشون میدیم. تا به اون اندازه ممکنه خانم قبول کنه من مقصرم، ولی گفته 10%، اما سهم واقعیش 20% بوده. ما هیچ جاده طرف نداریم اصلا، چون ما تایپ شناسی و شخصیت شناسی بلدیم، متوجه میشیم و انقدر بازی ها روه. یعنی شاید بهتون بگم یه سری از شخصیت حتی مدل خیانت کردنشون، مدل چت کردنشون کاملا تطابق داره. یعنی من تو اتاق درمان وقتی با خانم صحبت میکنیم میگم ببین این آقا متأهله، میخواست مخ تو بزنه، اول اینجوری گفت، بعد اینجوری گفت، بعد اینجوری گفت. اولین سوالی که من میپرسم میگم شما فالگیری؟ نمیدونم با ماورا در ارتباطی؟ این اتفاق مشابه و دقیقاً کپی هم. سهم هر کدوم باید مشخص بشه. حالا به هر دلیلی اون رابطه داره کات میشه یا طلاق گرفتن، اوکی. وقتی سهم خودشون خانم 15% رو ببینه، درمان کنه، کل داستان براش تموم میشه. خاطره یعنی یک احساس همراه با درد، یادآوری یک ماجرا با درد.
اون خاطره وقتی تو درست رو بگیری، سهم خودتو درمان کنی، بکشی کنار، تبدیل به خرد میشه. چجوره؟ بی هدفی تو زندگی خب میتونه منجر به خیانت بشه. میتونه، ولی دلیل اصلی نیست. یک دلیل فرعیه. خیلی فرعیه. اینکه شما مثلا بگی من به خاطر بی هدفی خودکشی کردم، نمیتونم بپذیرم. یا مثلا شکست خوردن از زندگی، شکست توی هدفی که داشتم مثلا. قرار نیست تاوان اشتباهی که من کردم یکی دیگه پس بده. من خواهش میکنم اگه دارین ویدیو رو میبینی، از امروز این قولو به خودت بده: تاوان اشتباهی که من کردم رو نباید کسی دیگه بپردازه. تو شکست خوردی، قرار نیست من پارتنر، من رئیس یا من مافوق تاوانشو بدی. من اگه حالم بده، قرار نیست یه ویدیوی بد ضبط بکنم که خدای نکرده بیننده یا شنونده بگه که کاش تو ضبط نمی‌کردی. دقیقاً. خب بسیار عالی. موردی بوده که من سوال نپرسیده باشم شما دوست داشتید؟ انقدر ریزبینانه سوالاتتو نوشتی و به منم نگفتی. و کاملا بداهه بود. خیلی ممنون که قبول کردین که سوالاتو ندونی. خواهش میکنم. و من خودم دوست دارم این بداهه گویی رو، که حتی من هیچ متنی هم ندارم دیگه، خودت داری میبینی و انقدر دلسوزانه این سوالاتو نوشتی. من شاهدم که چقدر دوست داره جوابای سوالاتی که ظاهرا تو کامنت ها برات پیش میاد یا ازت میپرسن و به گوشت میرسه رو بخوای پیدا بکنی و پاسخ بدیم. فکر نمی کنم موضوع رو جا انداخته بشه. بسیار عالی بود، خیلی استفاده کردیم. امیدوارم که شما هم از این ویدیو استفاده کرده باشین. اگه به این سبک محتوا علاقه دارین، حتما بقیه ویدیو ما رو نگاه کنید. لایک کردن این ویدیو و سابسکرایب کانال فراموشتون نشه. بدرود از شما. خدا نگهدار. آرزوی توفیق و موفقیت بر همتون. ممنونم. خیلی خوشحال شدم.